باز که تو اینجا نشستی داری سیگار میکشی ای فنون؟ بابا تو خونه منتظره. پاشو گم شو بیا خونه، شانس بیاری بابا ریزت نکنه. لاکی با تو بود؟ آره. این کی بود؟ داداشم بود. داداشت؟ مگه داداشت کرکسه؟ آره، بابام هم کرکسه. یعنی چی؟ یعنی مادرتو با کرکسم آره؟ نه، من بدبخت‌تر از این حرفام. یه چیزی بگم، پدر مادر من با به دنیا اومدن من مخالف بودن. مادرم بر طبق عادت ناخواسته باردار شد. واسه همین پدرم تخم من گرفت و گذاشت تو لونه کرکس. من با این همه سنم یک بارم پدرم به تخمم دست نزد. خیر خدا، از بدبختیش داره تعریف میکنه. لاک پشت از تخم در میاد. آها چه جالب. سلطان این خیلی افسرده و بدبخته. بیا از این به بعد با شکم مهربون‌تر باشه. لاکی من 17 تا سکه کله شیری دارم. بیا اینا رو بگیر بذار تو جیبت. تازه تو قله‌ک تو خونمونم یه مقدار سکه دارم، اونم بهت میدم. لاکی بیا پاکت سیگارم بگی برای تو، من بعدم واسه خودم میخرم. مرسی. کبریتم دارین؟ آره بیا. آقای شیر شما هم سیگار دارین؟ آره بیا، این یه رخ سیگار مال آخر شبم بود. بیا اینم برد. مرسی. من برم خودم آماده کنم واسه کتک خوردن از بابا. هی لاکی خیلی بدبخته. بیچاره. تو که هنوز اینجایی؟ مگه بهت نگفتم برو خونه؟ پاشو گم شو برو خونه بیناموس. 2 دقیقه گذاشتیم و سیگارمون رو راحت بکشیم. سلطان سیگار داری؟ نه همون یه نخ بود که دارم به این حیوان. پاشو بریم سیگار بخریم. پولم هم دادم اون حیوان. هی خیلی حیوان قاییه.